چطور؟ اما تو خوب است؟ اما تو سازشان تیر است. کباب زده میرن و سیخ کرده میرن و میفروشن. یا فروشی هست. ببینین گلا را چقدر مقبول است دوستان زیار. ببینین چقدر زیبا و مقبول است، چقدر این عالی هستن، زیبا، رنگارنگ، مقبول. این هم دوستان عزیز چمنای مصنوعی هستن. اون داخل گلای جریبند هم است. اون زد موتر تکر کرد، بسیار محکم زد دوستان عزیز، بسیار محکم زد. مارکک زد. کرولای 2000 اما این حالا دوستان عزیز شما میبینید در تصویر افغانستان نوشته است. باز وقتی عید قربان یا رمضان هم که شب، باز رمضان مبارک یا عید مبارک میزننش دیگه. امیدوار هستم دوستان عزیز ویدیو خوشتون آمده باشه. سلام و درود خدمت تمامی شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان عزیز این چاشنی ببینین، بیلبار کندوز کباب، البته کیف کندوز کباب. چطور؟ اما تو خوب است؟ اما تو سازشان تیر است. کباب زده میرن و سیخ کرده میرن و میفروشن. خب دوستان نهایت گرامی، ما در پروانه سیوم شهر کابل هستیم فعلا و البته میخوایم بریم به طرف پروانه دوم شهر کابل. گفتیم به کال میریم بیک شما رو بی‌نصیب نمونم از زیبایی های کابل. ببینید دوستان عزیز درخت فروشی، گل فروشی و گیاه فروشی هست. ببینین گلا را چقدر مقبول است دوستان زیار. ببینین چقدر زیبا و مقبول است، چقدر این عالی هستن، زیبا، رنگارنگ، مقبول. این هم دوستان عزیز چمنای مصنوعی هستن. چمنها را میشونن، باز میان میکنن چه، باز میبرن دیگه جای میشونن. شماره شما است دیگه، باز کسی میخواست برای اولی و ازویا بگیره باز میتونه استفاده کنه. این هم دوستان عزیز فکر کنم جمنازیوم است. بله یونایتد جمنازیوم است که بسیاری با نام شاشنایی دارن. البته کسایی که در این منطقه هستن دیگه بخی 100% که میشناسنش. این طرف هم دوستان این گل فروش هست. این گل هستن، گلایی که در پشت دروازه شانده میشه و درخت کام است دیگه کار کرده میره. خوب دوستان عزیز بریم این طرف یکم ساختمان ها رو ببینیم، سرک هم ببینیم، فقط گل نبینیم. طرف دوستان عزیز هتل پیش بریم که نامش معلوم شوه، قصر نگهش معلوم نمیشه. یک پیش بریم که ببینیم کدام هتل است. البته از هتل های سابقه از دوستان عزیز تغییر شیب داد دمی چند ماه اخیر و زیبا ساخت. قصر زرین است دوستان عزیز، قصر زرین است. ببینید که چقدر زیباست، چقدر مقبول است، چقدر بزرگ و بلند است. نام خدا باید بگوی آدم دوستان عزیز باید تو ساختمان ها دیگه. که میبینید دوستان عزیز افغان مارت هم در پایینش هست که بسیاری از افغانای ما با نام شاشنایی دارن. فروشگاه است که همه چیز داره، از موتر گرفته تا کل چیز دیگه. زیادتر در صفات اجتماعی فعالیت دارم و قصر زرین هم این دوستان عزیز در تصویر میبینین. یعنی پس بیایم دوستان عزیز طرف این گل بوته. مرا این گل بوته بسیار خوشم میاد دوستان عزیز. شما را نمیفهمم که خوش داره این گل بوته. یعنی این طرف هم شفاخانه گسل است. این بیادرم دیگه مرچ سلو میرم، از ما بهتر سلو میره، تیز میرم، از ما که تیز میره دم پیش روی ماست. خب به هر صورت ببینید این گلا رو ببینید دوستان عزیز چقدر زیبا درختک هاست. این گلا رو ببینید اون داخل گلای جریبند هم است. اون زد موتر تکر کرد، بسیار محکم زد دوستان عزیز، بسیار محکم زد. مارکک زد. کرولای 2000 اما قدر محکم زد که با کدام اندازه یک بچه کم فکر کنم خورد نی بچه اون برام تو طرف میگم بسیار محکم زد، بسیار زیاد زد. موتر 2000 دور خورد، بخی تو یک چرخ خورد. این بیادر کلش میرن دیگه کنال جنجال از وار سیل کنن. شما گلا رو سعی کنید دوستان عزیز. اوجا میرسیم کم کم او رو برتون نشان میتم. هم به احتیاطی بسیار بد چیز از دوستان عزیز. دور میخورد فکر کنم موتر سرعت داشت زدشم بادش کرد. خلاصه یعنی مردم هم جمع شده. ببینید دوستان عزیز این مارککس از دوستان عزیز کنم کشید. این 2000 زد، 2000 بخین تو دور خوردن لب جوی همتون غیر گفتیده بود. اونقدر دوستان عزیز خراب نشده، این اونقدر خراب زیاد نشده.
براتون نشان بدم هیچ چیز نشده شو، فقط یک ذره از او مگه بسیار تکر محکم کرد دوستان، از بسیار از اون یک ذره پمپرش شکستم محکم، که چراغش گناه سفید است. گناه سفید است. دیگر هم زده سمسیش خراب کرده دوستان عزیز. اینجا مردم از پیش بریم، باز جنجالشون زیاد میشه، هرچند بر ما مربوط نمیشه. اونجا رو ببینین، من یارم کامتون تایرش زده بیخی سیش میده کرده، تایر داخل رفته. از این دوستان عزیز می گناه سفید هستن. اونجا یک گونه پمپرش خراب شده. خوب دوستان عزیز، ما شما رو غلط نیست بیاید که بریم. نو بیادرم درای خود رفت، ما شما درای خود بریم. گناه سفید بود، می بسیار تیز اومد موتور دیگه که میخواست گوشه کنه، شارم زده بود زدش دیگه. این تا اینجا دوستان عزیز برک گرفته بود. فکر کنم این جای تایرج ساختمان رو ببینید چقدر زیبا و مقبول است دوستان عزیز، چقدر رولی است. ساختمانای بزرگ و زیبای کابل است که در پروانه دوی شهر کابل موقعیت داره. ببینید چقدر زیباست ساختمان دوستان عزیز، چقدر مقبول است. امی تکر موتور بسیار بد چیز است دوستان عزیز، بسیار زیاد بد چیز است. یعنی انسان اگر متوجه نباشه موتور بسیار آدم به کشتن خطرناک میکنه، یعنی 100% میکشه. درست است موتورها دوستان عزیز، حالا موتورها یک ذره یک کاغذی شده، نه سابق موتورهای کرولا که از کابل جایا فعالیت دارن یا دوستان عزیز مثل سنگ هستن. باشه اول ساختمان من نشانتون بدم چقدر زیباست دوستان عزیز. قسم میکنیم ساختمانم نشانتون میبینید توین تاور است، چقدر زیباست ساختمان، چقدر مقبول است و زیباست. خب دوستان عزیز این موتورها که هستن، این موتورها که مثلا لپیشویم از کرولا یا هستن دیگه از موتورها هستن که بسیار محکم هستن دوستان، بسیار زیاد. یعنی منظور می که با اوجام کونه دیدن که چقدر محکم، شما فکر نکنم دیده باشین. خب کامرا رو خوش طرف گل بود، بسیار محکم تکر کردن، اما پناه سهش خراب شد و یک ذره یک آینش داخل رفت دیگه. وارد جدی و قدر ندید و کلا در 3000-4000 افغانی جور میشه و شکر خدا که تلفات انسانی هم نداشت. اینمی تکر اگه پوز میخورد دیگه اون وقت باز خراب میکرد، یا اگه موتورهای دیگه می بود مثلا سوزاکی و چیزا باز دیگه از بین میبرد. آدم باید متوجه باشه، خصوصا این بچه جوانا که سر موتور میشینن دوستان عزیز، سر جلو و موتور بیخی از خود به خود میشن، میگه از سینه موتور است، اینمی شترنگ و اینمی سرک میروانن دیگه، می توجه نمیکنن که به کی عزیز هستن و کیها به دیگرها عزیز است. از این حادثه زیاد رخ میده. خب به هر صورتش دوستان عزیز زیاد گفتیم از حادثه. این طرف هم دوستان عزیز آپارتمان است، پروانه دوست. اونو بغلم پانتون کاردان است که یکی از معتبرترین، زیباترین و بهترین پانتون های شهر کابل به شمار میره. یک امبولانس هم این دوستان عزیز سویسو میره، انشالله که خیریت باشه و چیز گپ نشده باشه. و دوستان عزیز نیم چهارراهی پروانه دوم شهر کابل، اونو هم پانتون کاردان و این طرف هم که ما در زیر سایه‌اش رفته میریم مکتب کاردان است دیگه. این طرف هم گل فروشی است دوستان عزیز، ببینید چقدر گلای زیباست، درخت کامونه داره. مردم میاد دیگه به خاطر خریدن گل، گیاه، نمیفهم کودشان، یعنی کود هم از پشقل مثلا این چیزا، کود حیوانی و زراعتی. یعنی ببینید دوستان عزیز گلدانه کاش خیلی مقبول از گلدانه رو ببینید. خب دوستان عزیز این چهارراهی پروانه دوم شهر کابل. یگان وقت پیش من اشتباه میشه دوستان عزیز، اگر در جریان ویدیو هم خدای نکرده اشتباه کرده بودم مرا ببخشین. پروانه دوست پایین‌تر پروانه 3. بسیار گلکاری خوبش داره دوستان عزیز. بسیاری ها میاین میشین اینجا طرف های دیگر جایی که سایه باشه اینو ببینن، هم یالمونه نگهبانش زیر درختایش خواب است دیگه. بسیار یک جای مقبول است دوستان عزیز، چهارراهی زیبا و عالی. مرا دیگه دوستان عزیز در ویدیو قبلی هم گفتیم یگانه چیزی که خوشم میاد اونمون نقشه افغانستان است که یک قوره 2000 یک خوشم میاد که هر زمان که از اینجا تیر شوم دوستان عزیز، اگر موتور پیش خودم باشه چهارراهی را یک دور میزنه میره میبینم، اگر نباشم یک سونو میشینم که معلوم شه برای من. این از اون وقتی که ساخته شد بسیار مرا خوشم آمد و بسیاری رو دوست داشتم دیگه. این حالم دوستان عزیز شما میبینید در تصویر افغانستان نوشته است. باز وقتی عید قربان یا رمضان هم که شب، باز رمضان مبارک یا عید مبارک میزننش دیگه.
امیدوار هستم دوستان از ویدیو خوششون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشیم. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی. همه تان به الله متعال میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.